سفیر اوکراین در دوشنبه میگوید مناقشه در شرق کشورش به همکاری‌های تاجیکستان و اوکراین تأثیر بد گذاشت. ویکتور نیکیتیوک روز 2 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت مبادلات مال میان دو کشور سال 2014 $60 میلیون را تشکیل داد که نظر به سال 2013 هم $40 میلیون کمتر است. او افزود جنگ در شرق اوکراین جنگ داخلی نیست بلکه جنگ بین روسیه و اوکراین است. صحبت امروزه در برنامه با ویکتور نیکیتیوک است. آن را همکارم در دوشنبه خورشیدی همدم انجام داد. جناب سفیر، تاجیکستان در اول سالهای 90 با جنگ شهروندی روبرو شد. اما حکومت فعلی توانست از طریق مذاکرات با مخالفان جنگ و خونریزی و مخالفت را حل کنند. آیا این تجربه رو نمیشود در وضع فعلی اوکراین کار برد؟ بله، تاجیکستان در سالهای 90 مشکل زیادی را پشت سر کرد و از این رو در مسئله حوادث اوکراین ما موقع تاجیکستان را با جدیت ارزیابی میکنیم. اما میخواهم تاکید کنم که در اوکراین جنگ شهروندی جای ندارد. ما شاهد جنگ روسیه بر ضد اوکراین هستیم که در خاک اوکراین جریان دارد. اگر دخالت روسیه نمی بود، نه جنگ، نه نیزای مسلحانه روی نمیداد و همدیگر فهمی با مخالفین بر وقت پیدا می شد. ما تمام وسیله ها را پیشکش کردیم. از تقدیم مختاریت به مناطق تا عفو اشتراکچیان برخوردها و دریافت شکل‌های مختلف مکالمه که در آن نظر همه جانب‌ها انعکاس گردد. جناب سفیر، در حالی که وضع در اوکراین در حال حاضر ناآرام هست، همکاری‌های میان تاجیکستان و اوکراین در آینده چگونه خواهد شد؟ Наши народы, вот у меня сложилось такое впечатление, они очень близки. با فکرم مردم کشورهای ما به هم نزدیکند. حتی ریشه های مشترک تاریخی نیز داریم. این دو ملت قدیمی می باشند که عنعنه های قدیمی دارند. ما روابط آشکار دوستانه داریم. با فکرم ما باید این دستاورد را حفظ کنیم و امکان ندهیم که سرعت رشد همکاری هایمان ضعیف گردد و ما باید در هر شرایط به پیش حرکت کنیم. گفتگوی مفصل با سفیر اوکراین در تاجیکستان را در وبسایت رادیو آزادی و در شبکه آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید.